یعنی باورت میشه این خوشمزه دوست داشتنی نون باشه؟ بله، نونه، اونم یه نون آسون درجه 1. سلام، من زهره کاظم‌زاده هستم. بریم که با هم درستش کنیم. مواد خمیر رو با هم مخلوط کردم و طبق اصول نونوایی ورز دادم. خمیر رو میذارم که استراحت اولش رو انجام بده و بعد از استراحت اول پف خمیر رو میگیرم و شروع به کار میکنم. به یک قالب پیتزا یا یک قالبی شبیه این احتیاج دارم که قطر کفش تقریبا 1 وجب هستش. سطح کار رو آرد پاشی میکنم. به اندازه یک چونه، تقریبا به اندازه یک دونه پرتقال متوسط جدا میکنم و کنار میذارم. بقیه خمیر رو دوباره چونه میکنم و با وردنه شکل یک دایره مسطح بهش میدم. کف قالب رو کاغذ روغنی کاملا چرب شده میندازیم یا مثل من میتونید با ارده بپوشونید سطح قالبتون رو. به این صورت کف قالب رو کامل میپوشونم. سایز قالب باید در حدی باشه که ضخامت خمیرتون حدود نیم سانت بشه. با چنگال تمام قسمت ها رو سوراخ‌هایی ایجاد میکنم. فر رو هم از قبل گرم کردم با دمای 180 درجه. رومال تخم مرغی رو به تمام سطح خمیرم میزنم. دوستان خوبم، این نون 2 مرحله پخت داره. الان میره مرحله اول پختش رو انجام بده تا یه مقدار شکل بگیره و از حالت خمیری در بیاد. همزمان که نونم داره میپزه، این تیکه‌ای رو که باقی مونده به شکل یک مستطیل دراز باز میکنم و نوارهایی به اندازه قطر قالبمون ازش جدا میکنم. برای داخل نون تارتیمون هم از ویوافیل استفاده کردم. من از ویوافیل انجیر استفاده کردم. شما هر چیزی که دوست داشتید میتونید استفاده کنید، فقط نباید مرطوب باشه. تمام سطح نونم رو با فیلینگ مورد نظر میپوشونم و بعد مطابق تصویر این نوارها رو به صورت افقی و عمودی قرار میدم. ابتدا و انتهای نوارها رو کاملا بچسبونید. بعد از اینکه نوارها رو کامل به صورت افقی عمودی قرار دادم، دوباره با رومال سطح کار رو میپوشونم. با چنگال ضربه های روی نوار میزنم که پف نکنه. مجدد به فر منتقل میکنم. بعد از اینکه پخت نهایی انجام شد و تمام قسمت های خمیر پخته شد، آماده هستش. اینم از نون تارتی خوشمزه‌مون. خیلی خیلی خوشمزه است. عطرش کل خونه رو گرفته. توی این فاصله تنها کاری که باید بکنید اینه که چای رو دم کنید که آماده بشه. با یه مقدار پودر قند هم میتونید جذابیتش رو چند برابر کنید. من یه برش هم از بافتش بزنم که شما ببینید. دوستان خیلی خوشمزه است. همون جوری که دیدید، بدون جوش شیرین، بدون بیکینگ پودر، بدون هیچ ماده افزودنی خاصی، یه نون تارتی خیلی خوشمزه درست کردیم که قول میدم که بسیار پرطرفدار باشه. خیلی ممنونم که تا اینجای آموزش با من همراه بودید. امیدوارم این نون خوشمزه رو بپزید و لذت ببرید.